شکر شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. خانم ها آقایان، درود بر شما. در اکران این هفته به فیلم شبگرد قرار هست بپردازیم. به کارگردانی فرزاد معتمن. یاسر هشترخانی رو داریم برای فیلم خاک مرده. در بخش بین الملل هم همچنان باید از احسان طهماسبی بپرسیم که چه فیلمی رو در نظر گرفته. ما رو همراهی بفرمایید. شبگرد عنوان فیلم این هفته اکران به کارگردانی آقای فرزاد معتمن هست. خیلی خوشحالم که شما رو در اکران میبینم و خیلی خوش آمدین به اکران. من سلام میکنم خدمت تماشاچی های برنامه اکران و خدمت شما آقای رحیمی نژاد. خوشحالم که اینجا. چی شد شبگرد رو ساختین آقای معتمن؟ فیلمنامه شبگرد 3-4 سال پیش از ساخته شدنش به من داده شد. آقای دواتگر نوشته بود. نویسنده خیلی جوانیه و اسمش بود مزمن و قصهش هم تو شب اتفاق نمی افتاد. فیلمنامه به نظر من اومد که به درد یک کار کم هزینه خیلی جمع و جور میخوره، اما من خیلی راضی نبودم ازش و به آقای دواتگر گفتم که احتیاج به کار داره، ضمن اینکه احتیاج به یه تهیه کننده ای داره که دلش بخواد یه فیلم کوچیک بسازه و الان من همچین چیزی رو ندارم، چنین چشم اندازی رو ندارم. یکی 2 سال گذشت و فیلم سراسر شب که اکران شد، البته توی فضای مجازی اکران شد برای اینکه اکران ما مصادف شد با کرونا و اولین روز اکران سینما تعطیل شدن برای 6 ماه. وقتی آقای دواتگر سراسر شب رو دید با من تماس گرفت و گفت که بعد از دیدن سراسر شب ایده های دیگه ای برای مزمن پیدا کرده و فکر میکنه اگر قصه رو ببره تو دل شب این قصه بهتر جواب بده. وقتی دوباره نوشت من این بار خیلی خوشم اومد از فیلمنامه و احساس کردم که دوست دارم بسازمش ولی براش تهیه کننده نداشتیم تا اینکه آقای شایسته و آقای جعفری در هدایت فیلم با من تماس گرفتن و گفتن که بودجه محدودی دارن برای ساخت یه فیلمی که بشه با سرعت ساختش در مدت مثلا 1 ماه یا حد کمتر از 1 ماه و اگر فکری دارین. من فکر کردم که شاید حالا دیگه مزمن اسمش شده بود شبگرد. فکر کردم که این میتونه، ولی راستش خیلی امید نداشتم که برش دارن به دلیل یه مقدار بچه تجربی که داره. در کمال تعجب ظرف 1 ساعت بعد از اینکه فیلمنامه رو دادیم به من گفتن بیاید عقد قرارداد می‌خوایم شروع کنیم. عجب. و شروع شد. کمی دردسر داشتیم. من همینجا دوست دارم تشکر کنم از همایون اسدیان که اگر نبود این فیلم پروانه ساخت نمی‌گرفت. چرا؟ اصلا رد شد. عجب. گفتن این فیلم سیاه، ساختار شکنانه است و گفتن تحت هیچ شرایطی بهش پروانه ساخت نمیدن. آقای اسدیان پادرمیانی کرد و گفت که ما اصلا خجالت میکشیم به معتمن چیز ندیم، پروانه ساخت ندیم و با ضمانت من و فیلم پروانه ساخت گرفت و بعد البته تو پروانه نمایش هم باز ما گرفتار شدیم. چرا باز؟ موارد سانسور و ممیزی وسیعی داشت
10 دقیقه از فیلم میخواستن کوتاه کنن. کردن یا نه؟ نه، چون این فیلم فقط 80 دقیقه است، در واقع فقط 79 دقیقه است. یه نکته‌ای که داره شبگرد اینه که شبگرد مدل یه فیلم رده دوه، مدل یه فیلم درجه دومه، مدل فیلم گرید بیه و این فیلم ها 80 دقیقه ساخته می شدن چون 2 فیلم با 1 بلیت نمایش داده می شدن و من حتی تو زمان این رو رعایت کردم، یعنی فیلم 79 دقیقه است. من گفتم خب اون که اصلا بخوایم 10 دقیقه کم بکنیم که چیزی میشه فیلم نیمه بلند نمیتونیم اکران کنیم. و من چند تا دیالوگ رو عوض کردم، چند تا پلان تعدیل شد یا حذف شد و بالاخره آقای لشکری پور پژمان در پروانه نمایش ایشون هم یه دخالتی کرد و فیلم رو دید، گفت واقعا این فیلم مسئله‌ای نداره و مجوز اکران مجوز دادن. پس توقیف نبود فیلم هیچ وقت؟ عملاً اگر ما تو همون شرایط میموندیم توقیف میشد. ولی موند و همونجوری. برای جشنواره فجر شرکت کرد و رد شد فیلم اگه اشتباه نکنم ها؟ اصولا من مخالف ارائه فیلم به جشنواره بودم. به تهیه کننده هم گفتم آقای شایسته، بیشتر با آقای جعفری در ارتباط بودم، گفتم که جشنواره فجر برای این نوع فیلم کارنامه میسازه، اصلا داستان درست میشه. الان سال هاست که جشنواره فجر تبدیل به یک عوارضی شده، یه عوارضیه که توش یه عده‌ای رو راه میدن و یه عده‌ای رو دور میریزن. من جزو فیلمسازایی هم که جشنواره دور میریزه و اتفاقا فیلم های شخصی تر من همه تو جشنواره فجر چیز میشن، حذف میشن. سراسر شب، سایه روشن، شبگرد، اینا برای خودم عزیزترین فیلم ها من. اینا یه چیزی مثل چیز رو میپذیرن، مثلا خداحافظی طولانی که خیلی فیلم معمولیه، یا آخرین بار کیسر را دیدی که فیلم معمولی سینما ایرانه. این فیلم هایی که من روشون با یه حساسیت دیگه ای کار کردم و به خودم خیلی نزدیکم، اینا تو جشنواره فجر حذف میشن، برای اینکه جشنواره فجر سیاستش اینه که اساساً اون 2 قطب اصلی سینمای ما رو، یعنی فیلم های کمدی و فیلم های ارگانی رو تقویت کنه و اصلا داره مثل عوارضی که عمل میکنه، یعنی داره همینجور فیلتر میکنه فیلم سازا رو. و من گفتم که نفرستید. متاسفانه هیئت انتخاب به نظر میاد که مشکلاتی رو برای فیلم درست کردن. اینا رفته بودن به ارشاد گفته بودن این فیلم شوگرمامی داره، اینا مسائل ممیزی رو برای ما درست کردن. یعنی فقط مسئله این نیست که تو جشنواره نبود، اینا داستان درست کردن برای ما. و من اصولا واقعا هیچ وقت سال هاست هیچ علاقه‌ای ندارم که فیلمی در جشنواره فجر داشته باشه. با توجه به اینکه آقای شاهسواری دبیر جشنواره شدن برای امسال، فکر می‌کنید که این روی کرده تغییری بکنه یا نه؟ آقای شاهسواری بسیار آدم مناسبیه برای جشنواره. من شاهسواری فکر کنم 40 ساله میشناسم و هم سینما بلده، سینما میفهمه، تحصیلشو کرده، هم با سابقه است، چه در زمینه تهیه چه در زمینه کارهایی مثل ساخت استودیو و فعال کردن استودیو و اینها، و ضمناً این توانایی رو داره که بین سینماگران و مسئولین دولتی و حکومتی رفت و برگشت کنه، پل بزنه. این توانایی رو هم داره. من مطمئنم که در دوره شاهسواری اوضاع بسیار بهتر خواهد شد، ولی اینکه این فاجعه‌ای که توی 1 دهه اخیر، حتی شاید کمی بیش از 1 دهه ما تحمل کردیم و دیدیم که چجوری در جشنواره فجر تبدیل به یک آپاراتوسی برای حذف فیلمسازا شد، اینکه بتونه به کلی برش گردونه یک کمی بعید به نظر میرسه و سخت. از خروجی فیلم راضی هستین؟ این نسخه‌ای که الان در حال اکران هست، فیلم شبگرد؟ بله، 1-2 تا از دیالوگا خب عوض شده و نه اونجاها دوست داشتم همون دیالوگ اصلی رو داشته باشیم، مثل اون 2 تا دخترها با اون 2 تا جوونی که توی پارک با هم به گپ و گفت میرسن. بله، مثلا اونجا خیلی دیالوگ با مجبور شدیم دیالوگا رو عوض کنیم.
خوشبختانه ناسین که کاملا تماشاچی متوجه متوجه میشه که دیالوگ عوض شده. یا بعضی پلان ها نمیدونم واقعا به من میگن که مثلا پلان خانم افشارزاده رو توی آینه داره ماتیکش رو میزنه، رو توش میکنه، اینو در بیار. همون موقع فیلمی رو پرده است که این دست روش. یه همچین مشابهش برای اون فیلمساز و اون فیلم مشکلی نیست، ولی برای من مشکله. من همیشه با این دابل استاندارد روبرو بودم، یعنی دیالوگ هایی از فیلم های من حذف میشه که تو فیلم های دیگران ریخته. این مشکلات برای فیلم های کمدی یا برای فیلم های شما یا فیلم های اجتماعی و جدی؟ برای همه فیلم ها. تو کمدی ها کمی بیشتر میشه، یعنی جاهایی که مخاطب بیشتره سختگیری ها هم بیشتر میشه. من فیلم های کم فروشترم کمتر هم آسیب دیدم. من بیشترین سانسور رو در پوپک چیز کردم، پوپک و مشماشا که فکر میکنم رکورد داره، یکی از پرممیزی ترین فیلم های تاریخ سینما ایرانه. به کلی بک‌گراندش عوض شد. کلا قصه رو تغییر به کلی بک‌گراندش عوض شد. بسیار عالی. اگر موافقین بریم یه بخشی از فیلم رو ببینیم، برگردیم با احسان طهماسبی و ادامه برنامه. چند وقت با زیبا کار میکنی؟ اولین بارم. این حرفا رو میتونی اون تاپال تایتانیکایی که براشون تور پهم میکنی بزنی. که چسبیدی به این دکتره همه رو به کتفت گرفت. دست دوستتو بگی همین الان اینجا گم شو، بگم داستان درست میکنم. ببین فکر نکن تو اونور دنیای من این بر. از صدات هم میتونم بفهمم که حواست پیش من نیست. من یه زنی که رو آتیش میزن یه کاری میکنم نتونی نگاش کنم. احسان فیلم چطور بود؟ وقتی که در واقع در مورد فیلم‌های آقای معتمن صحبت می‌کنیم و خوشبختانه خودشون هم حضور دارن، بار دومه که تشریف میارن تو برنامه اکران، نمیتونیم اون وجه در واقع اون حضور ایشون رو به عنوان یک سینفیل قهار و همینطور استاد و مدرس سینما در نظر نگیریم و مثل دوستان دیگه خیلی سریع وارد بحث فیلم بشیم. به واسطه این من خیلی دوست دارم که برای مخاطبان برنامه اکران به واسطه که اسم این فیلم شبگرد هست و تمام داستان‌ها در یک شب اتفاق میفته و اساساً این شب حالا ویژگی‌های خیلی جذابی داره که در مورد توجه خیلی از فیلمسازا قرار گرفته، یه اشاره خیلی کوتاهی داشته باشم به فیلم‌هایی که حداقل امروز به ذهن من رسید از فیلم‌هایی که تو شب ساخته شده. مطمئنم که آقای معتمن یه لیست جذاب‌تر و کامل‌تری رو دارن. به هر حال بخش زیادی از فیلم مرد سوم سلکاروری توی شب میگذره. طناب هیچکاک داستان در شب گذشته. یه مثالی تو بخش خارجی زدم، فیلم شب روی زمین جیم جارموش و خرده پیرنگ‌هایی که در واقع پیرنگ‌هایی که برای هر مسافر پیش میاد توی شب. آنتونیونی شب در واقع فیلم معروف شب رو ساخته و همینطور احیای مردگان اسکورسیزی که خب یه درام جذابی است مربوط به شیفت شب یک بیمارستان. و این 4-5 فیلمی که اسم بردم به خاطرم اومد فیلم‌هایی هستن که در حال و هوا و ژانرهای متفاوتی هستن. در واقع نوار توشون هست، کمدی هست، درام و فیلم آنتونیونی که فیلم خب مدرن و فیلم فلسفیه. همه اینها فیلمایی هستن که اساس داستان، بخش زیادی از داستان حداقل به ذهن من امروز اومد تو شب اتفاق افتاده و خب فیلم شبگرد هم از اون پتانسیلی که شب در واقع اون زندگی نهفته‌ای که در شب تازه شروع به جریان میکنه و شروع میشه تو فیلم آخر آقای معتمن استفاده شده و اساساً اون داستانی که در دل یا در زیر پوست شهر داره روایت میشه توی اون قالب تعریف شده. به نظرم از این نظر میشه گفتش که کمتر فیلمی هست که الان با توجه به شرایط سینما ایران
تو قالب سینمایی بره سراغ چنین فضایی و تمایل داشته باشه که تو چنین اتمسفری ساخته بشه یا کار شه. به نظرم باز هم هرچی هم که نگاه کنه، حالا با اشاره که خودشون کردن به واسطه اون که فیلم رو ترجیح دادن که در اون فضا و حال و هوا کار شه، به اون روحیه ایشون و اون روحیه سینفیلی که اساساً این پتانسیل بالایی که این شب داره در فیلم ها و استفاده از این برای بیان چند تا داستان اجتماعی متفاوت به هم گره خورده استفاده میشه و به نظرم خیلی استفاده جذابی میتونه داشته باشه. موضوعی که هست بحث ژانر فیلمه. به حال این هم جزء مباحثیه که توی در واقع سینما خب خیلی در موردش گفتگو میشه. ما تو این برنامه هم خیلی در موردش صحبت کردیم. معتقدم که شبگرد یه نئونواره که کمتر دیگه تو سینما ایران سراغ چنین ساب ژانری میره و اساساً چنین فضایی خیلی پسند نه مخاطب نه فیلمساز. باز هم به نظرم این جزء موضوعاتیه که انتظار میره که مثلا کارگردانی مثل آقای معتمن بهش علاقه داشته باشه و سعی کنه که فیلم‌هایی تو این مضمون داشته باشه. هرچند که من خاطرم هست که یک بار خیلی وقت پیش با آقای معتمن صحبت میکردیم در مورد یکی از فیلم‌ها که فکر میکنم سراسر شب بود یا قبل‌تر. ایشون خیلی مثلا تو سراسر شب اساسا یک فیلم مدرنه دیگه، یعنی خیلی تو قالب اون شخصیت پردازی‌های مرسوم و اینها باب نمیشه. نمیدونم خودشون در مورد این موضوع ژان و اساسا این ساب ژانری که اشاره کردن بهش در مورد شبگرد چقدر اعتقاد دارن یا معتقدن که به نظرشون توی این فضا فیلم کار کردن سخت بودنش به فیلم آسیب نمیزنه یا تماشاشو سخت‌تر نمیکنه به نظرتون؟ من عاشق فیلم نوارم. فکر کنم توی یکی از مصاحبه‌هام یه جایی گفته بودم که سینما یعنی فیلم نوار، باقی ژانرها فرعی هستند و برای من واقعا اینجوریه. یعنی نوار برای من یه جای دیگه‌ای داره، جای ویژه‌ای داره و من همیشه تماشای هر فیلم نواری رو، حتی ضعیف‌ترینش رو، به بهترین فیلم‌های تاریخ سینما ترجیح میدم. یعنی یه عشق ویژه‌ایه که به نوار دارم. شبگرد ویژگی‌های نواری داره ولی بیشتر یک تریلره، یک درام تریلریه که ویژگی‌های نواری داره، اما در این حال پارودیکه. فیلم شوخه، چون اصلا با خود ژانر داره شوخی میکنه، دست میندازه و فضا میشکنه، مثل اون بازی با کلماتی که اون بچه ها میکنن و یه بار وسط تیتراژ ته فیلم هم میاد اصلا اون پایان تلخ رو میشکونه، چون تماشاچی تقریبا با خنده میرسه از سینما بیرون. و همطور سکانس طلافروشی، صحنه طلافروشی که هم یک سرقت، هم خیلی یک کمدی چیزی اون زیر هست، یک کمدی. شاید یکی از ویژگی‌هایی که تو شبگرد منو ترغیب میکرد به این که فیلم رو بسازم، علی‌رغم اینکه با بودجه کمی ساخته میشد، توی روزهای شب‌های در واقع شب‌های خیلی محدودی، دوره کرونا هم بود، ما مجبور بودیم خیلی سریع فیلم برداری بکنیم که شبی 5-6 ساعت بیشتر کار نکنیم که گروه آلوده نشه. و یه چیزی که باعث شد علاقه من بشم که این کار حتما بشه این بود که این بار میتونستیم نوار باشیم اما شوخ هم باشیم و شوخی کنیم و فیلم کمی مشنگ هم باشه. فانتزی طور، فانتزی نه ولی دقیقاً مشنگ، کمی مشنگ. موافقم بود. اتفاقا من خواستم اشاره کنم به این ویژگی پارودی. خیلی به نظرم این از علاقه در واقع زیاد شما به نوار میاد و میدونم که خب به هر حال البته من بیشتر به سمت نئونوارم در مورد شبگرد به واسطه شیوه دکوپاژی که شما یه مقدار نسبت به فیلم‌های دیگه‌تون یه خورده متفاوت‌تر انجام دادین. اصولاً یه تفاوت اساسی که بین نوار و نئونوار داره طرز قصه گفتنه. بله. نوار یه قصه تعریف میکنه. در نئونوارها شما با یه مجمع الجزایر داستانی روبرو میشید
و بله از اون نظر ما به نئونوار نزدیک‌تریم. خب به هر حال به واسطه اینکه مخاطب خیلی ذائقه‌اش به سمت این نیست تو شرایط فعلی، یعنی اساساً من حالا مثالی که مثلا از مرد سوم زدم، به حال یه نوار دوست داشتنی که فکر می‌کنم جزو فیلم محبوب شما باشه، خیلی از مرد سوم ها فاصله گرفته سینمای امروز ایران و این رو ناخودآگاه برای یک فیلمساز کم تجربه در واقع باعث نگرانی و حتی به سمت مسیری میره که اصلا نیاد دنبال کنه، یعنی کلاسیک رو، اون رویکرد کلاسیکش به سینما رو، حالا به نوآها یا حالا نئونوارها رو پیش خودش نگه داره و رو فیلم بازی اینا رو اقناع کنه و دیگه نخواد به سمت این موضوع. به نظرم برای شمایی که تو همه این سالها ریسکای این شکلی زیادی داشتید و اساساً تو تمام این حال و هوا و فضاها سعی کردید که یه تجربه‌ای داشته باشید و اصولاً براتون این موضوع فکر کنم حدود الان 17-18 تا سینمایی شده باشه حداقل دیگه، اگه 13 تا 13 تا سینمایی، 10 تا هم تلفیلم. 10 تا هم فکر می‌کنم دیگه تا الان موضوعی نباشه که مثلا براتون اونقدر جذابیت قدیم رو به واسطه اینا داشته باشه. هنوز ترسناک نساختن. سال 85 قرار بود آفتاب پرست رو بسازیم، شادمهر راستی نوشته بود، ترسناک خیلی خوبی میشد. فارابی پیچید جلوش، نذاشتن فیلم تولید بشه. شهر هوشمند یک فضای شهری نوآورانه است که با استفاده از ICT و سایر ابزارها سعی بر افزایش کیفیت زندگی و بهبود خدمات شهری دارد. هدف اصلی شهر هوشمند بهینه‌سازی فعالیت‌های شهری و ارتقاء رشد اقتصادی در کنار بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. در یک شهر هوشمند اینترنت اشیا یا IoT نقشی نامحدود دارد. اینترنت اشیا فرصت‌هایی را برای شهرها فراهم می‌کند تا با استفاده از اطلاعات ترافیک را کنترل کنند، آلودگی را کم کنند، از زیرساخت‌ها بهتر استفاده کنند و در نهایت شهری امن و تمیز برای شهروندان فراهم کنند. شهر هوشمند به عنوان یک رویکرد آینده‌نگر در حوزه شهرسازی با ارائه یک ساختار هوشمند و یکپارچه می‌تواند به بهبود کارایی سیستم‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. ایسوکو، پیشرو در ارائه خدمات نوین و صنعتی ساختمان. آقای معتمد، در مورد فارابی صحبت کردین. بعد از اون ماجرای اون فیلم ترسناک که اساساً رغبت کردین که با فارابی همکاری داشته باشین؟ من فیلمنامه‌های زیادی به فارابی دادم، شاید بالای 20. ولی هیچ کدوم همیشه یک جواب به من دادن، در اولویت ما نیست. فیلمنامه‌های شما یا شخص شما؟ فیلمنامه‌های من، یعنی فارابی تا یه جایی، تا حدود سال 85 به فیلم کمک میکرد و در واقع این شکل وحشتناکی که بعداً پیدا کرد رو نداشت. تو سالهای بعدی فارابی حمایتش رو از فیلمسازها حذف کرد، شروع کرد خودش به عنوان تهیه کننده 10 ها فیلم بی مصرف که نمیتونن حتی اکران کنن وارد عمل شد، تهیه کننده فیلم های به قول خودشون فاخر شد و در مورد فیلمسازها خیلی گزیده عمل کرد. یک سیاستی رو در سالهای گذشته سازمان سینمایی دنبال کرد تحت عنوان جوانگرایی. این فقط اسمش قشنگ بود، در واقع بحثی نبود که جوانها بیان. خیلی طبیعیه، ما جامعه جوانی داریم و جوانها باید بیان فیلم بسازن، ولی بحث چیز دیگه ای بود. اینها ناگهان سینما رو بی‌در و پیکر کردن، یعنی به جای اینکه کانون کارگردانان فیلمسازهای جوان رو تایید کنه و راه بده، ارشاد این کار رو به دست خودش گرفت و در حالی که ما در سال میتونیم 40 تا فیلم اکران کنیم، سالی 60-70 تا فیلم اولی ارائه دادن. چرا؟ برای اینکه همه چیز سست و بی بنیاد بشه. میخواستن که فیلمسازان نتونن دیگه کار کنن و اصولاً همه امکانات رفت طرف فارابی و سینمای تجربی و اینها فقط به فیلمسازهای جوان و فیلم اولی ها کمک کردن. متاسفانه 2-3 تایی هم از همکاران خود ما به عنوان ممیزیگرهای فارابی
نشستن و اونجا و به خودشون جرأت دادن که به فیلمنامه‌های همکاران خودشون رو رد بکنن، اما خودشون از اونجا بودجه‌های عجیب و غریب بگیرن برای تولید کار فیلم خودشون تولید کنن. وحشتناک بود. حالا از همه اون فیلمنامه‌ها شاید 20 خورده ایه که گفتن در اولویت ما نیست که بگذریم. 2 تا فیلمنامه رو واقعا دلم میسوزه. 2 تا شاهکار بودن. یکی اقتباسی بود که سعید حقیقی از رمان داستان خانوادگی واسکو پراتولینی کرده بود و من واقعا دوست داشتم اینو بسازم، راجع به عشقی که 2 تا برادر به هم دیگه دارن. و یکی فیلمنامه‌ای بود از امیر افشار به اسم یه شب مهتاب و جفتش نشد. 2 تا فیلمی که میتونست زندگی من عوض کنه. اساساً به نظر شما جایگاه فارابی در سینمای این مملکت کجاست؟ از نظر من تعطیلش کنن بره. مرسی. احسان. من دوست دارم یه مقدار به فیلمنامه شبگرد ورود کنم. به هر حال جالب بود که آقای معتمن عزیزی اشاره به اسم قبلی این فیلمنامه کرد. نمیدونم چقدر تغییرات کرد 2 تا نسخه به اسم در واقع مزمن، چقدر تفاوت با شبگرد داره، ولی خیلی واژه به نظرم مناسبی الان برای احوال این فیلمه، به واسطه اینکه اون بیماری طولانی مدت که استمرار پیدا میکنه و هرچی بیشتر میگذره شدتش بیشتر میشه. و حالا من یک چیز رو بهش اضافه بکنم و واگیردار، یعنی این اساساً اتفاقی که توی شبگرد بیفته و آدم‌ها مبتلا بهش میشن و درگیر اونها میشن از این جنس مضامینه. به واسطه این گفتم نئو نوار چون خیلی دارکتر از نوار داره به مضمون این داستان نگاه میکنه و اون در واقع فنفتار رو داره، اون ویژگی های شخصیت هایی که حالا یه مقدار کمتر شاید اینجا به تریلر نزدیک میشه که قهرمان و ضد قهرمان یه مقدار توش مشخصتر و عینی‌تر نیست مثل نمونه‌های جذاب نوار. و فکر میکنم که تو این فیلم هم حالا همونطور که اشاره کردم تو دکوپاژ هم آقای معتمن این مؤلفه ها رو در نظر میگیره و اساساً با وجود اینکه لحن تا یه حدودی به فیلم، اگر فیلم سحر رو اشتباه اسم فیلمش آخرین بار کی سحر رو دیدی، فکر میکنم اینجا همون لحن ژورنالیستیه مثل فیلم آخرین بار کی سحر رو دیدی هم توش وجود داره و دیالوگ ها خیلی از فضای در واقع ناتورالیستی تری برخوردارند، خیلی به اون جهان واقعی و حقیقی خودمون نزدیکتره و فکر میکنم اون چیزی هم که احتمالاً اون دوستانمون رو توی جشنواره یا توی ارشاد و این آزار میده و خیلی موافق این جریان نیستن، بیشتر همین حال و هوای در واقع این 2-3 تا موضوعی که بهش اشاره کردم. نمیدونم با این شکل مواجهه قاعدتا شما سالهاست که آشنا هستید و باز هم اصرارتون برای این کار کردن، نمیدونم که چقدر احساس میکنین، چون من یادمه که سر اکران چند تا از فیلماتون اگر اشتباه نکنم پوپک و مش ماشاءالله و اون داستانی که بر پیش اومد خیلی شما رو توی اون تایم ناراحت کرده بود و خیلی نسبت به ادامه کار سرد کرده بود. خیلی فکر کنم مثلا فیلم سازی توی این سن و سال و با این سابقه الان درگیر شدنش با این مسائل دیگه یه مقدار بی‌انصافی باشه. نمیدونم حالا خودتون احساس میکنین این مضامین رو باز هم شما دارید به جایی حرکت میکنید و به جایی ضربه میزنید که خیلی میدونید سالها ترای کردید و میدونید که خیلی پسند جریان رسمی و مرسوم سینما ایران نیست. من حالا به هر دلیلی هر چقدر سنم داره میره بالاتر دارم دیوانه تر میشم و اصلا جوانتر دارم میشم. بعضی از ملاحظه کاریایی که در دور جوانی داشتم رو از دست دادم به کلی. الان دیگه از هیچی نمیترسم و شما به این 2 تا فیلمی که نزدیک به هم ساخته شده از سراسر شب و شبگرد نگاه بکنید. اینا فیلم‌های یه آدم 67 ساله است، هر دو فیلم‌های آدم‌های 25 ساله است. خیلی جوانن. و یه نکته‌ای که هست اینه که الان بیشتر از هر وقت دیگه من
دوست دارم کارهای تجربی تر بکنم. تو سراسر شب این تجربه رو کار کردیم که اصلا بیایم نقطه دید رو حذف کنیم و خود فیلم تبدیل به یه موجود زنده باشه که نقطه دید خودش رو داره. توی شبگرد تجربه این بود که بیایم یک داستان متقاطع رو، چند داستان متقاطع رو، نسل جوان میگه هایپرلینک بکنم، از این اصطلاحاتی که از کامپیوتر اومده، متقاطع، ما قبلا اینجوری میگفتیم، دنبال بکنیم که عملا خود این داستان ها هیچ اهمیتی ندارن. عملا اون لحن فیلم و اتمسفری که فیلم میسازه است که مهمه و الا اون داستان ها اساسا همه داستان های بدی هن. از همین داستان های بدی که باهاش درامای اجتماعی رو میسازن. این اون جاییه که فیلم داره دست میندازه اصلا این درامای اجتماعی رو، میگه اصلا واقعا داستان ها هیچ اهمیتی ندارن و آره خیلی پارودیک بهش نگاه میکنیم. در نهایت فضاست که از یک فیلم میمونه و خب اون لحن رد دوی فیلم خیلی به من کمک میکرد که بتونم یه همچین شوخیایی بکنم. سینمای اجتماعی امروز ایران کجاست؟ تبدیل شد به سینمای ارگانی. از جایی شروع شد که فیلمسازها رو ترغیب کردن که دیگه به طبقه متوسط فکر نکنن، مثل فیلمایی که فرهادی میساخت، و به لات‌ها فکر کنن، به روسپی‌ها، به غم‌کش‌ها، به معتادها، نمیدونم بزهکارها و یه باره یه فضایی از غم‌کشی و لات‌بازی و عربده‌کشی تمام سینمای ما رو چیز کرد، غرق کرد و طبعا این نمیتونست ادامه پیدا بکنه. تو 2 سال اخیر میبینیم که از لای اینها جنسی از درام اجتماعی اومده بیرون که رسما تبلیغ این نهاد و اون نهاد و اون نهاده و پولهاش هم کاملا دولتی است. نمایش خانگی چی؟ من خیلی نمیتونم راجع به اون صحبت کنم چون من سریال نگاه نمیکنم، واقعا نمیدونم چه خبره. بریم یه بخشایی از فیلم رو ببینیم. اگه کاری که میگم بکنی طلاق من میبخشم، شاید یه پولی هم بده. حالا چی شده اومدی سراغ من؟ وقتی نمیشه دیگه. اگه قرار به کم آوردن باشه من باید کم. من کاریو که گفتم انجام میدم، یا شریک میشی یا تنهایی انجامش میدم. مرسی که بچهای خوبی بودی ولی چاره ای نیست، باید لباساتونم بدیم. ولی اگه بیای نمیتونی برگردی یا باید انجام بدی. آقای مؤتمن، از این 13 تا فیلمی که ساختین کدوما رو بیشتر دوست دارین؟ سراسر شب که نزدیکترین فیلم به خودمه، به نحوی خودمه، مثلا کاملا کاراکتری که امیر جعفری بازی میکنه خود منم. و بعد صداها، کاری که با سعید حقیقی کردم. اولین فیلم هم 7 پرده، عرض کنم سایه روشن، و کار خیلی الان فکر کنم واقعا جرأت می‌خواست این کار، ساختن سایه روشن. فیلمی که به اندازه یه فیلم ایرج قادری داستان داشت و ما داستان رو قایم کردیم و فیلم رو جوری ساختیم که داستان مفهوم نشه، برای اینکه به تماشاچی بگیم داستان مهم نیست، حال و هوا و فضای یه قصه مهمه، نه داستان. و الان خودمونم حتی وقتی فیلم میبینیم فکر می‌کنیم چی شد؟ خودمونم خیلی سخته و من اون فیلم خیلی دوست دارم. شبگرد همینطور و البته شب‌های روشن طبعا اون فیلمیه که خیلی کالته و خیلی محبوبه بین جوان‌ها و سینفیل‌ها و چند نسل، از 3-4 نسل با این فیلم. منم دوست دارم، به خصوص 1-2 لحظه‌اش رو خیلی دوست دارم. شب‌های روشن بسیار عالی. من اول در مورد فیلم‌های آقای مؤتمن نظر خودم رو بگم، به واسطه اینکه
طبیعتا همیشه این روحیه‌ای که ایشون تو ساخت فیلم داشتن برای من جذاب بوده. این جذابیت در خارج از فضای تماشای یک اثر سینمای ایرانی بوده، یعنی مواجهه فرزاد معتمن به عنوان یک استاد و مدرس سینما در زمان فیلم ساختن. یعنی این برای من اهمیت شخصا بیشتر از خود فیلم بوده که رویکرد یک سینفیل با یک چنین وقتی این امکانات در اختیارش قرار میگیره، حالا هرچند محدود، مواجهش با سینما چجوریه. یه مقدار فکر میکنم از این نظر ابایی ندارم، نظرم به اون استثناءً حالا به نظر اون منتخب‌های جشنواره‌ای نزدیک‌تره. مثلا من خداحافظی طولانی رو که سال 93 ساخته شد جزء فیلم‌هایی است که تو این دهه اخیر خیلی بیشتر دوست دارم تو کارهای معتمن. منم همینطور. یا خب به هر حال شب‌های روشن که دیگه اصلا تبدیل به یک اثر واقعا کالت شد دیگه، یعنی خارج از حالا نه اینکه من حتما باید یک اثر کالت رو بپذیرم، ولی این برای بینندگانمون خیلی سوء تفاهم نشه، حتما ممکنه برای یکی، ولی برای من قاعدتا این فیلم یک فیلم بسیار مهمیه و نسخه‌های دیگه‌اش رو هم من دوست دارم، نسخه روسیش رو هم دوست دارم، به شکل‌های دیگه هم باهاش مواجه شدم، ولی خب به نظرم دیگه اون کاری که آقای عقیلی و آقای معتمن کردن کار بسیار جذابیه. و در مورد شبگرد نکته‌ای دارم، اونم اینه که اشاره به همین مسئله‌ای که آقای معتمن کردن و این رویکرد جوانگرایانه‌شون نسبت به سینما. به هر حال میشه این رو آزادانه گفت که در فیلمسازان خارجی مثالی که میتونم بیارم وودی آلن اساساً معتقدن که یعنی اتفاقی داره میفته اینه، هرچی که داره سن وودی آلن بیشتر میشه فیلمهاش داره جوانتر میشه. من معتقدم که شبگرد یه مقدار از این جوانگراییه، حالا از ذهن آقای معتمن تا کستی که سعی شده که نمیدونم بر چه مبنایی، ولی سعی شده که از همین طیف انتخاب بشه و در واقع اساساً دو تا موضوع رو این وسط از دست بده. یک، توجه مردم به فیلم شبگرد، چون متاسفانه اون چهره و اون سلبریتی خودش عاملی برای جذب مردم برای تماشای اون فیلم هست که این توی قالب کلی توی یک فیلمی که میتونست یک فیلم پربازیگر با چندین سلبریتی انجام بشه و از یه طرف دیگه اون خامدستی و اون رویکرد خامدستانه‌ای که بازیگرها نسبت به اثر دارن که اثر رو درسته که ماهیتی به سمت یک اثر تجربی همونطور که آقای معتمن می‌خواسته پیش بردن، ولی ناخودآگاه این سطح فیلم رو یه مقدار نسبت به اون اصل و اون چیزی که باید باشه تنزل دادن. این اصلا مانع این نیست که باید سراغ این در واقع اکتورها نرفت و با اونها کار نکرد، ولی به نظرم این هم جز اون موضوعاتی که آقای معتمن مثل مضامینی که سراغش میره، مثل فضای ژنریکی که سراغش میره ریسک میکنه و اساسا نمیدونم که چقدر این از این خودخواسته است و چقدر ایشون تو انتخابها خودشون مستقیم نقش داشتن و این برای خودم خیلی جالبه که بدونم اساسا این کسته چجوری شکل گرفته. خب ما فیلم رو با بودجه خیلی کمی میسازیم، یعنی از همون ابتدا برنامون با تهیه کننده این بود که این فیلم رده بس. درسته که ما چه این چیزی تو سینما ایران نداریم واقعا. به نحوی همه فیلم‌های ما رده بن، اما با پولای عجیب و غریب. کسی گردن نمیگیره. ولی این فیلم خب واقعا با پول بسیار کمی ساخته شد. بودجه اولیه 1.5 میلیارد بود، در نهایت 2.3 تمام شده. چه سالی؟ 2 سال پیش. یعنی همه داشتن با 30 میلیارد کار میکردن. بله دیگه کف اون موقع 20-25 و ما با 2 میلیارد. یعنی با بودجه خیلی چیز. در نتیجه اصولا ستاره ها دیگه جایی توی این فیلم ندارن. آقای امیر آقایی رو داریم. بله. و بعد تعدادی بازیگر که کمی تجربه دارن در حد 2-3 فیلم، نازنین سرجو، امیر حسین فتحی، روشنک گرامی که خب خیلی هم داره و خانم افشارزاده که بعد از سالها اومد. فکر میکنم آخرین فیلمی که کار کردن فیلمی که خودشون کارگردانی کرده بودن، من تو یادم تو جشنواره 7-8 سال پیش دیدم. تو یکی از فیلم‌های پرویز شهبازی هم بودن. طلای طلا. بله.
14 عیار یه هم چیزی بود. عیار 14 ولی منظور دارم فکر کنم اون تو خانم افشارزاده بازی کرد. برای سالها بود نبود و در نتیجه اینجوری بود. ولی برای چند نقش من از هنرجویان کلاس خامون استفاده کردم، از شاگردان شیبا کریمی که دختریه که 7 تیر میکشه از توی کلاس بازیگری اومد. اون 2 تا پسر جوونا یکیشون مال کلاس سعید روستایی بود، یکیشون مال کلاس وحید جلیلوند بود، از تو کلاس اونا آوردیم. و خب وقتی اینو فیلم میسازی باید بذاری بیان دیگه. بعد تجربه تعامل و همکاریتون با این بچهای این من خیلی شکلی باشون چطوری؟ راحتم. یعنی از ستاره ها راحت تر بود کار کردن باهاشون؟ نه طبعا طبعا یک انرژی دیگه ای. البته من خب شیبم توی کار با بازیگر اصولا این شکلی نیستش که بخوام، آخه میگن که کارگردان بازی میگیره، این چرند مطلقه. هیچ کارگردانی بازی نمیگیره، بازی مال بازیگره، بازی میکنه. کارگردان باید شرایطی رو به وجود بیاره که بازیگر با بهترین انرژیش. کارگردان در مورد بازیگری در نهایت میکلانژه. یعنی میکلانژ میگفتش که من یه سنگ میبینم، جسم درونش رو تشخیص میدم، فقط اضافاتش رو میتراشم. شما اگر بازیگرت رو خوب انتخاب بکنی لزومی نداره هی بهش بگی چه کار کن چه کار نکن، اون بازیشو میکنه، تو فقط میگی خب پس حالا این یه کار رو نکن، باقیش درسته. و من فقط حذف میکنم. در نتیجه خیلی خیلی راحت تره. دست دوستتو بگی همین الان اینجا گم شو وگرنه داستان درست میکنم. میدونم کجات داره میسوزه که کسی جیغ بنفش واسط نمیکشه. من یه زنی که رو آتیش میزنم، یه کاری میکنم نتونی نگاش کن. چی میخوای از زندگی؟ خستم کردی؟ میخواین زنگ بزنم پلیس؟ پلیس برای چی؟ دستاتون خونیه. آقای معتمن، برای آقای فریدزاده که معاونت سینمایی هستن و تازگی‌ها کارشون رو شروع کردن، توصیه‌ای دارین؟ من آره، ولی خب مسلما کسی گوش نخواهد داد. من واقعا فکر میکنم که سازمان سینمایی باید منحل بشه و همون اداره کل امور سینمایی که سالها پیش داشتیم دوباره باید همون احیا بشه. سازمان سینمایی در دوره آقای شمقدری، دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در واقع به وجود اومد که بودجه کلون بگیره برای اینکه میخواستن ساختار سینما رو زیررو کنن و موفق هم نشدن. ببینید عملاً به نحوی موفق شدن به این شکل که سردر سینماهای ما شبیه به سردر تئاتر بولینگ عبدو شده. اگر این خیلی موفقیت، من تبریک میگم. ولی دیگه از فیلم های دندانگیر خبری نیست. نسل جوان سینفیل ما به کلی قهر کرده با سینما. من یه مشکلی که سر شبگرد دارم اینه، شبگرد برای اونا ساخته شده و اونا قهرن، نمیان فیلمو ببینن. در نتیجه مخاطب ما الان مخاطب اتفاقی خانواده است که خب اونا میرن کمدی ها رو میبینن، طبیعی هم است. یعنی من هیچ نکته نسبت به کمدی ها ندارم، چیز منفی نسبت به کمدی ها ندارم. الان حتی خیلی خوشحالم که با 2 تا کمدی خیلی پرفروش ما همزمانیم، برای اینکه فروش اونا به من هم کمک میکنه. بعضی از سالن‌ها که پر میشن دیگه جا ندارن، بلیط بهشون میدن، میگن برو اون فیلم هم ببین. در نتیجه برای من خوبه. ولی به طور کلی این اوضاع بدیه. من واقعا معتقدم که همون اداره کل امور سینمایی با 4 تا کارمند کافیه. شما قراره یه پروانه بدید، یه پروانه نمایش بدید، چیه خبره؟ کار عجیبی نباید بکنید. خانه سینما رو رها کنند و بذارن خانه سینما ممکنه به نیازهای مالیشون احتیاج داشته باشه، ولی اجازه بدن که این یه نهاد مستقل صنفی باقی بمونه، نه مثل الان یکی از بازوهای اجرایی سازمان سینمایی شده. و نکته از همه مهمتر،
ورود فیلم اولی ها رو بسپارید به کانون کارگردانان. چقدر خوب خواهد شد اگر کانون کارگردانان رو دوباره علیرضا رئیسیان ریاست بکنه. رئیسیان برای کارگردان ها وجهه می آورد. در دوره رئیسیان کارگردان ها از آدم های اصلی سینما بودن. الان کارگردان ها هیچ کارن. تمام قدرت رو تو سینما دادن به تهیه کنندگانی که اساسا با سینما بیگانن و از خارج از سینما اومدن. 2 کلمه راجع به سینما باشون نمیشه حرف زد. اینا سیاست های سازمان سینمایی بوده توی 15 سال اخیر. من درخواستم اینه که همه این اتفاقا از بین بره و یه جور دیگه برگردیم به اوایل دهه 80 اواخر دهه 70. خیلی اوضاع بهتر بود. بسیار عالی. جمع‌بندی کنیم. به طور کل خب به نظرم تو موضوعات مختلف در مورد فیلم صحبت کردیم. مسئله آخری که آقای معتمن بهش اشاره کردن به هر حال خیلی جای بحث داره و خیلی میشه در موردش گفتگو کرد. البته فکر میکنم این ریل گذاری که از همون دهه‌هایی که آقای معتمن از بهش اشاره کردن شروعش و استارتش خورده به شکلی که حتی اگر الان فکر میکنم آقای رئیسیان یا هر کدوم از دوستان عزیزی اونجا باشن دیگه بعیده بشه به اون شیوه، به واسطه اینکه اون روی کرده نسبت به ساخت فیلم و اساساً توجهی که قرار است به موضوعات متناسب برای تماشای سینما ایران مورد توجه و اساس کار قرار بگیره، دیگه مسائلیه که از این جنسی که داریم در موردش صحبت میکنیم نیست. امیدوارم که حالا همه تقریبا هم نظریم، کسایی که تو سینما فعالیت کردن با هم نظرن که این گروهی که جدیداً قرار هست که این مسئولیت ها رو به عهده بگیرن دورنمای بهتری دارن و امید به اینه که اتفاق بهتری بیفته. حالا یکی از اولین ها در اولین اقدام ها همین جدا کردن بخش بین الملل و بخش داخلی. خب یک جشنواره ارزشمندی بود، جشنواره بین الملل، که تو این چند سال خب به طور کل از بین رفت و دوباره باید یک زمانی بذاره بابت این داستان. امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته و همچنان شاهد حضورهای معتمن تو سینما. حتما. خیلی ممنون که به اکران اومدین. امیدوارم که باز به زودی شما رو ببینیم با یک شرایط خیلی بهتر و یک فیلم ایدئال‌تر برای شما و مخاطبین سینما. امشب میتونی برنامه بری؟ کدوم سمته؟ پشت خونه منه. اگه بیای نمیتونی برگردی یا باید انجام بدی. یادش به صندوق واقع. ما همیشه همینجوری بازی کردیم. اشتباه بازی کردین دیگه. اگه تو سوتی ندی اونا کجا میخوام بفهمم؟ آخرش چی میشه؟ اینقدر میدیم تا آخرش یکی ببازه. دست دوستتو بگی همین الان اینجا گم شو وگرنه داستان درست میکنم. میدونم کجات داره میسوزه که کسی جیغ بنفش واسط نمیکشه. من میزنی کل آتیش میزنی. یه کاری میکنم نتونی نگاش کن. چی میخوای از زندگی؟ خستم کردی؟ میخواین زنگ بزنم پلیس؟ پلیس برای چی؟ دستاتون خونیه. شهر هوشمند یک فضای شهری نوآورانه است که با استفاده از ICT و سایر ابزارها سعی بر افزایش کیفیت زندگی و بهبود خدمات شهری دارد. هدف اصلی شهر هوشمند بهینه‌سازی فعالیت‌های شهری و ارتقاء رشد اقتصادی در کنار بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. در یک شهر هوشمند اینترنت اشیا یا آی‌اوتی نقشی نامحدود دارد. اینترنت اشیا فرصت‌هایی را برای شهرها فراهم می‌کند تا با استفاده از اطلاعات ترافیک را کنترل کنند، آلودگی را کم کنند، از زیرساخت‌ها بهتر استفاده کنند و در نهایت شهری امن و تمیز برای شهروندان فراهم کنند. شهر هوشمند به عنوان یک رویکرد آینده‌نگر در حوزه شهرسازی با ارائه یک ساختار هوشمند و یکپارچه می‌تواند به بهبود کارایی سیستم‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. ایسوکو، پیشرو در ارائه خدمات نوین و صنعتی ساختمان. خاک مرده عنوان فیلم کوتاه این هفته ماست که بهانه برای گفتگو با یاسر هشترخانی. خوش آمدیم به اکران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مردم خوب عزیز ما. بیا! ایده خاک مرده از کجا شروع شد؟ ایده خاک مرده رو نویسنده محترم و جناب آقای سعید سالمی نوشتن. در واقع یک موضوع فرا اجتماعی بود که یک روزی به اتفاق همدیگه یک موضوع حقوقی رو بررسی می‌کردیم در یکی از مناطق جنوب تهران و دیدیم که در واقع اومده در خصوص فرزندآوری و در خصوص بعضی از روابط‌های اجتماعی رو در نظر گرفته که بعضی از خانواده‌های ما هنوز که هنوزه بحث غیرت سنت‌های خودشون رو در ناباوری دارن و در خصوص برای دفن‌های غیر مجاز. در واقع این فیلم نامی می‌خواد حساب یه پرونده واقعی بود که آوردن در اختیار ما گذاشتن و این پرونده رو مطالعه کردیم و بررسیش کردیم، دیدیم که میتونیم از توش یک فیلم کوتاه بسیار خوبی رو در بیاریم. در واقع از اینجا این ایده شروع شدش. چقدر طول کشید فیلم برداری این فیلم؟ تقریبا 1 هفته زمان بردش این فیلم برداری که صورت گرفتش که مقدار در خارج تهران بود، یه بحثش هم در خود شهر تهران اتفاق افتادش. بعد موضوعاتی که بود بحث این که در واقع یک پسری با یک دختری با هم دوست میشن و میخوان با هم ازدواج بکنن و حالا یک سری خانواده‌ها اینا مخالف قضیه بودن و در واقع پسر با این دختر ازدواج میکنه ولی چون دختر لال بود در این قضیه خانواده مخالف این قضیه بودن و متوجه میشن که در واقع دختر باردار هستش، برادران میان اینو زنده به گور میکنن و اتفاق از اینجا به وجود میاد. خوشت اومد؟ از کجا آوردیش؟ یه دونه از اونم واسه نمونه است، بدم بهترشم برات. نگفتم توضیح بدی، گفتم از کجا آوردیش. چرا انقدر ناراحتی؟ بیا پاتیشونم چی شده همون جون؟ بیا دو تو چوب بیا بسر. واسه کباب گرفتم بخوری جون بگیری، تخم مرغ گرفتم، نوشابه گرفتم، نوشابه کوکام گرفتم که بهتر از این زمزم هست، میفهمی؟ اینا گازش گرفتم که میدونی گاز برای بچه خوب نیست، یعنی برای مادر بچه خوب نیست. نگاه کن، ولش کن. تخم مرغ شدی دونه 10,000 تومن. بیا بذار اینه یادم رفت. بیا. چندمین فیلم شماست این فیلم خاک مرده؟ تقریبا هولوش 10 تا فیلم هستش که ساختم. این 10مین فیلمی است که به عنوان تهیه کننده کارگردان بودم در واقع. یعنی 10مین فیلمیه که شما کارگردانی کردید؟ 9 تا فیلم تهیه کننده. اولین فیلمم بود که به عنوان تهیه کننده کارگردان. یعنی اولین فیلمیه که کارگردانی هم کردید. بله. چی شد که اصلا علاقه‌مند شدین به سینما و دنیای فیلم کوتاه؟ عرض خدمتتون برسونم و یه بک بزنم به عقب کلا دیگه. سال 1386 یا 87 در اشتباه نکرده باشم من با جناب آقای امین طارق آشنا شدم. بله. و ایشون در بحث سریال جراحت بودن، داشتن بازی میکردن
و با توجه به سابقه شغلی خودم که کارم حقوقی هستش پرونده رو بردن که من بررسی بکنم برای موضوع فیلم جراحتو که به عنوان مشاور حقوقی فیلمنامه شروع کنم به خوندن مطالعه کردن و از اونجا شد که ما یواش یواش به بحث فیلم و سینما روی آوردیم و حالا به عنوان یک تهیه کننده در واقع وارد شدم تو این قضیه و بعضی از مسائل به عنوان کارشناس حقوقی بودش یا نویسنده‌ای که فیلمنامه‌های جنایی، پلیسی یا اجتماعی رو می‌نوشتن می‌آوردن ما بحث و بررسی می‌کردیم، مسائل حقوقی رو در نظر می‌گرفتیم، به دوستان ارائه می‌دادیم. این بود که یکی از ایده‌هایی بود که در اون زمان در واقع به ما رخ داد که این کار رو انجام بدن. فیلمسازی رو از کجا یاد گرفتی؟ فیلمسازی رو از دوست عزیزمون جناب آقای عطشانی. علی عطشانی. مانی عطشانی. که در واقع ایشون فیلمسازی رو به ما یاد داد و آموزه‌های در واقع اولیه‌اش رو با توجه به اینکه من کارگردان نبودم در واقع، چون در واقع من یه تحلیلگر حقوقی بودم و تمام فیلمایی رم که به عنوان تهیه کننده بودم 90% پرونده‌هایی بودن که به خود من ارجاع شده بود در واقع، یعنی یه ذهن ایده بافته یک نویسنده در واقع نبودش. پرونده بود که ارجاع شد، ما پرونده رو بررسی کردیم و ایده هایی بود که خودم به نویسنده های مختلف میدادم، نویسنده ها رو مینوشتم، پیاده سازی میکردم و از اونجا شروع که به اون تهیه کننده یا فیلمساز اون کار رو انجام بدن. یعنی اینکه بخوام بگم بافت ذهن یک نویسنده باشه که خودش اومده و شخصا موضوع نوشته بوده، نه تا به امروز نبوده. کلا بحث فیلمایی که بالا تهیه کننده یا به عنوان کارگردان بودن بر این روال بوده در واقع. 9 تا فیلم دیگر رو فیلم کوتاه بودن یا بلند هم بوده؟ فیلم بلند 2 تاش به عنوان سرمایه گذار بودم. از این 10 تا؟ بله. 52 هرتز بود که تهیه کننده جناب آقای ابراهیم اصغری که به عنوان سرمایه گذار بودم. فیلم لختگی بود که در واقع اونم به عنوان سرمایه گذار بودن، فیلم سینمایی لختگی. اینا پولایی که هزینه کردین برگشته توی سینمای حرفه‌ای و فیلم بلند؟ در فیلم بلند هنوز برنگشته، ولی اما خدا رو شکر فیلم اصلا چیزی که خودم فکر نمی‌کردم، فیلم خاک مردم از طریق یک دوستانی که داشتم در شبکه آوا فامیلی پخش شد. هم به زبان شبکه‌ای هستش که جهانی است در واقع. هم به زبان فارسی پخش شد، هم به زبان انگلیسی پخش شدش. 3 دفعه پخشش کردن اینو و از طریق یونسکو هم پخش شد در واقع این قضیه. بعد بازگشت سرمایه داشته. سرمایه خیلی خوبی هم داشت برامون و واقعا بازگشت سرمایه خیلی خوبی داشته. یعنی شما الان به عنوان یک سرمایه گذار در وهله اول یا تهیه کننده بیشتر تمایل دارین که روی سینمای کوتاه سرمایه گذاری بکنین و فعالیت بکنین یا سینمای حرفه‌ای و بلند؟ ببینید یه زمانی شاید در واقع زمانی علاقه داشتم که رو بحث فیلم‌های کوتاه باشه، ولی خب الان هر جایی که جلوتر میریم یواش یواش سابقه سابقه برای خود درست میکنیم، یواش یواش ورود میکنیم به فیلم‌های بلند، حالا چه فیلم سینمایی باشه چه سریال باشه که یواش از فیلم‌های کوتاه خودمون رو داریم خارج میکنیم. حالا این دیدگاه خودم رو میخوام بگم، شاید دوستان حالا درست نباشه اینا. من توی این مدت دقت کردم در فیلم کوتاه ساختنش خیلی سخت‌تر از فیلم‌های بلند هستش. چرا؟ به دلیلی که مثلا باید شما در 15 دقیقه، 10 دقیقه، 8 دقیقه، 9 دقیقه یا 17 دقیقه، 20 دقیقه بیای مضمون کامل فیلمو برسونید. خب در فیلم بلندی که مثلا 120 دقیقه باشه، 90 دقیقه باشه، 150 دقیقه باشه، شما جای مانور و بازی خیلی زیاد دارید. از این لحاظ بود که منظورم که گفتم که یه مقدار سخت‌تر باشه تو این قضیه. دیدگاه شخصی خودم رو گفتم، حالا دوستان خب قضیه‌شون دیگه فرق میکنه. درست. خیلی ممنون که به اکران اومدین. امیدوارم که شاهد اتفاقات خیلی خوب و خیلی ممنون که از شما باشیم در آینده. زنده باشید، سلامت باشید. ممنون از شما. زنده باشید، خواهش می‌کنم. با ما همراه باشید.
محتوای بین‌الملل این هفته ما چیه احسان؟ داکوتا جانسون و شامپن یک فیلمی در واقع سال 2023 محصول آمریکایی درامی کار کردن که تمام اتفاقاتش مشابه فیلم این هفتهمون، فیلم اکران این هفتهمون یعنی شبگرد تو شب اتفاق میفته. فیلم ددیو یا بابایی. 44th between 9th and 10th. It's nice you're not on your phone. See a human, not plugged in. It says a lot about you. I like to think so. What's his name? I'd rather not say. You're afraid to say his name because the guy's married, or you're married, or someone's married. He's married. I know he's married. Don't drive a cab 20 years and not know people. Word of advice. Don't ever say the word love, all right? I just could not say it anymore. What's he supposed to do? Love you back? You got a good heart, I can see that, which is why I just gotta tell you, you're better off walking away. What about you? Well, it's time for me to ante up. Yeah. All right. Like, how'd you meet your wife? She threw up in my cab. She was like a summer day, you know? Not too complicated, just beer and bag of chips and we were set. Do you miss her? I do sometimes. Yeah. You gonna be all right? I don't know. At the end of the day, and then it goes out again. But that's a story for another cab ride. چقدر این فیلم های خاصی بیاری تو این برنامه؟ من مقاومت کردم آخر آخرش به واسطه اینکه میدونی علتش چی بود. خیلی برای من جالبه که یک فیلمی فیلم ها رو واقعا تا آخر باید ببینم تا لحظه آخر. 2 نفر آدم تو تاکسی نشستن 90 دقیقه 100 دقیقه دارن حرف میزنن. نمونه اینجوری زیاد داریم تاریخ سینما، مثلا نشستن تاکسی با هم حرف زدن، بیشترشون هم فیلم‌های خوبی شدن. مثلا جیم جارموش فیلمی داره شب روی زمین، زیاد البته حالا چند تا نمونهش یادم، یا کریستیان بیل یه فیلمی داره. بابا تو فیلم اکشن فانتزی نه دیگه اکشن آخه مخاطبای که مخاطب لذت ببره، مخاطبان فهیم اکران فیلمای مهمتری ببینن، یه فهیم می‌بندیم به مخاطبا و اکشن بزنیم بقیه اکشن هم می‌بینن. اکشن ما انقدر محتوای اکشن توی اکران مدیا شکر خدا داریم که ان شاءالله اونا رو می‌بینن بعد میان سراغ اینا دیگه. اونا اکشنا رو بذارن وقتایی که خیلی سر حال کیف نیستن. حالا فیلمای مثلا مردمی ترم معرفی کنیم بعد این فیلم تورنتو جایزه برد، مردم پسندیدنش تو تورنتو، اینجا میشالله میپسندن. باز خدا رو شکر تورنتو بود، کن نبود. نه این کن نبود، تورنتو بود. ولی کریستی هال خب یه کار به نظرم خیلی جالبی کرده تو این فیلم، اونها نویسنده و کارگردان، اونم اینه که تو یک محیط بسته و در یک دیالوگ شروع کرده ارتباط بین اون راننده تاکسی و اون خانومی که از فرودگاه جان اف کندی تازه از پرواز پیاده شده و میخواد بره خونه‌اش رو. تو مسیر اینها شروع به گپ و گفت با هم دیگه در مورد موضوعات زندگی میکنن و در مورد مسائل مهمی ناخودآگاه حرفشون کشیده میشه و تجربیاتشون تو این وسط خیلی جذاب و چالش برانگیز میشه. واقعا یکی از مهمترین عناصر این فیلم، حالا منهای بازی‌ها که به واسطه اینکه اکثر فیلم خب تو یک شرایط کلوزآپ و میدیوم کلوزآپ و اکستریم کلوزآپ در واقع خیلی فضای خاصیه و طبیعتاً حضور بازیگر با تجربه مثل شامپن خیلی
توی این فیلم و موفقیتش اثر داشته، ولی نمیشه که نقش در واقع پاپا میکائیل توی این قضیه به عنوان فیلمبردار، کسی که تا حالا 2 بار نامزد جایزه اسکار شده رو نادیده گرفت، به نظرم فوق‌العاده تونسته از فضاها، قاب‌ها و نماهایی که میتونسته استفاده بکنه، از شیشه در واقع ماشین، شیشه کناری ماشین و بیرونیش گرفته تا در واقع آینه ماشین و همینطور پی‌او‌وی هایی که از سمت بین راننده و بازیگر زن و اون خانم مسافر داره جابجا میشه. من برام جذاب بود به واسطه اینکه جزء فیلم‌های خیلی درجه 1 و محبوبم تو 2023 نیستش. اساسا فیلم خیلی محبوب جذاب 2023 ندارم که حالا اینا بگم جزش نیست، مثلا فیلم‌های شاخص دیگه‌ای دارم، ولی به نظرم یک کلاس فیلمنامه نویسی و کلاس کارگردانی برای خیلی از مخاطبان و علاقه‌مندان جوان سینما و برنامه اکران هست، به واسطه اینکه به هر حال فضای کار خیلی اونجا محدوده و خیلی شرایط سخته برای کار کردن و اتفاقا مثال جیم جارموش رو که زدم، خیلی مثل اون فیلم هم خورده پرنگ‌هایی نداره که مثلا تو 5 تا کشور جیم جارموش رو فیلم برداری کرد، اگه اشتباه کنم 5 یا 6 تا کشور فیلم برداری کرد، خورده پرنگ‌های خیلی متفاوتی داره. اینجا اصلا اونم نیست، یعنی داستان صرفاً منوط به این تجربیات و اتفاقاتی که برای این دختر افتاده و ورود این دختر به زندگی یک مرد زندار و بحثی که از اینجا شروع میشه و به مسائل دیگه‌ای میرسه و به نظر من خیلی جالب توجهه. فارغ از چت هایی که یعنی اون سکانس های چتی که دختر داره، به نظرم میتونه یه پادکست هم باشه، نظر شخصی من. یعنی تو میتونی به کارات برسی و گوش کنی این فیلم رو. این فیلم دیدنی نیست به نظر من. من باید موافقم، ولی خب به هر حال برای با رویکرد سینمایی بهش نگاه بکنیم، واکنش‌های چهره، رفتار، فیزیک اینا هم با وجود اینکه خیلی حرف میزنه. آره فیلم به هر حال خیلی دیالوگ می‌کنه، یعنی اساساً تمام بار داستان بر دوش دیالوگه و به خاطر همینم میگم که خیلی سخته تو این شرایط معرفی شخصیت‌ها به واسطه اینکه کنشی با کسی ندارن و قرار هست که از گذشته و آینده حرف بزنن، اونم شرایطی که مخاطب بتونه باهاش همراه شه. این همراهی خیلی به نظرم مهمه، ولی موافقم باهات، میتونه حتی شنیده بشه فیلم، هرچند که تو چیزی از دست نمیدی اگر به کارهای روزمرت برسی. از دست که نمیتونم بگم، ولی آره بیشتر فیلم به نظر من 70-80% فیلمو به دست میاری. از 10 نمره چند نمره میدی؟ 5 و نیم. باری کرد. 5. جای شکرش باقی 5 و نیم. ببینین این فیلم، امیدوارم شما دوست داشته باشین. ممنون بابت پیشنهادتون. شهر هوشمند یک فضای شهری نوآورانه است که با استفاده از ICT و سایر ابزارها سعی بر افزایش کیفیت زندگی و بهبود خدمات شهری دارد. هدف اصلی شهر هوشمند بهینه‌سازی فعالیت‌های شهری و ارتقاء رشد اقتصادی در کنار بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. در یک شهر هوشمند اینترنت اشیا یا آی‌اوتی نقشی نامحدود دارد. اینترنت اشیا فرصت‌هایی را برای شهرها فراهم می‌کند تا با استفاده از اطلاعات ترافیک را کنترل کنند، آلودگی را کم کنند، از زیرساخت‌ها بهتر استفاده کنند و در نهایت شهری امن و تمیز برای شهروندان فراهم کنند. شهر هوشمند به عنوان یک رویکرد آینده‌نگر در حوزه شهرسازی با ارائه یک ساختار هوشمند و یکپارچه می‌تواند به بهبود کارایی سیستم‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. ایسوکو، پیشرو در ارائه خدمات نوین و صنعتی ساختمان. ممنون که ما رو تماشا کردین. تا برنامه بعد مراقب خودتون باشین. بدرود.